عکسی که برای لاتاری میگیریم اگر استانداردهای لازم رو نداشته باشه میتونه باعث بشه با وجود اینکه ما اون سال توی لاتاری ثبت نام میکنیم ولی اصلا در قرعه کشی لاتاری شرکت داده نشیم. به خاطر همین گرفتن عکس صحیح و رعایت استانداردهای اون مهمترین لازمه ثبت نام در لاتاریه. در نتیجه امروز توی این ویدیو میخوام بهت آموزش بدم که چجوری باید برای لاتاری عکس بگیریم، چه نکاتی رو باید رعایت کنیم، چه استانداردهایی رو باید درش رعایت کنیم، چه چیزایی رو موقع عکس گرفتن نباید استفاده کنیم و در نهایت با هم بریم عکاسی و یه عکس برای لاتاری بگیریم. خب قبل از هر چیزی بذارید براتون توضیح بدم که عکس لاتاری باید چه ویژگی هایی داشته باشه. اول از همه این که عکس زمینه یا قسمت پشت شما باید سفید باشه، حالا یا دیوار سفید یا ملافه سفید یا پارچه سفید، به هر حال عکس پشتتون یا عکس زمینه باید سفید باشه. رنگ لباستون نباید سفید باشه، هر رنگی که استفاده میکنید باید با دیوار پشتتون یا عکس زمینتون تضاد داشته باشه. بهتره که رنگ‌های تیره استفاده کنید تا این تضاد مشخص باشه. نکته بعدی این که از چیزهای اضافه موقع عکس گرفتن روی صورتتون استفاده نکنید. مثلا عینک، کلاه، زیورآلات استفاده نکنید و عکستون کاملا ساده بدون هیچ چیز اضافه‌ای باشه. آرایش غلیظ ممنوعه. اصلا نباید آرایش غلیظ داشته باشین. آرایش خیلی 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 ملایم اشکالی نداره، ولی خب آرایش غلیظ نداشته باشین. صورت طبیعیتون جلوی دوربین باشه. نکته بعدی این که قرص صورت شما باید توی عکس پیدا باشه. اگه موهاتون بلنده سعی کنید اون روی صورتتون نریزید یا چتری روی پیشونیتون نندازید. سعی کنید قرص صورتتون کاملا پیدا باشه. هر دو گوشتون باید توی تصویر مشخص باشه. نباید زاویه صورتتون این طرف یا این طرف باشه. باید مستقیم روبروی دوربین باشید و نکته‌ای که میتونید متوجه بشید که آیا صورتتون کاملا مستقیم به دوربین هست یا نه اینی که توی کادری که دارید عکس میگیرید هر دو گوشتون توی عکس پیدا باشه. شونه هاتون باید توی عکس معلوم باشه. زاویه شونه ها هم نسبت به دوربین باید مستقیم باشه. زاویه شونه ها نباید به این صورت یا به این صورت باشه. در واقع سرخ نباید باشیم، باید مستقیم با دوربین قرار بگیرید. ابعاد عکستون باید مربع باشه. چیزی که گفتن 600 تا 600 پیکسل الی 1200 تا 1200 پیکسل باشه و حجمش هم باید کمتر از 240 کیلوبایت باشه. اگر از نور استفاده میکنید سعی کنید نور روبروی صورتتون باشه یا اگه دوتا نور دارید به صورت ضربدری از دو طرف به سمت صورتتون تابونده بشه تا سایه های صورتتون رو بپوشونه. دقت کنید که روی صورتتون و روی دیوار پشتتون نباید سایه افتاده باشه. اگه نکاتی که توی این ویدیو گفتم رو رعایت نکنید شما گرچه میتونید توی لاتاری با موفقیت ثبت نام کنید، اما به خاطر ایرادی که عکستون داره توی قرعه کشی شرکت داده نمیشید و اسمتون درجا رد میشه و شما شانستون برای برنده شدن توی لاتاری صفر میشه. خب اگه موافق هستید با هم دیگه بریم عکاسی تا عکسمون رو بگیریم، ولی اینو میخوام بهتون بگم قبلش که اگر شما به عکاسی دسترسی دارید ترجیحاً و حتما برید عکاسی این عکس رو بگیرید، به خاطر اینکه عکاس خیلی 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 دقیق میدونه که چه نکاتی رو باید رعایت کنه و عکستون رو با کیفیت و خوب و مناسب لاتاری میگیره و این خیلی به نفع شماست. به نظرم ارزش نداره اون مقدار پول اندکی که شما سالی یک بار باید پرداخت کنید برای گرفتن عکس لاتاری بخواید مثلا صرفه جویی کنید و خودتون عکس بگیرید و این عکس ایرادی داشته باشه که باعث بشه شانستون رو برای شرکت در قرعه کشی لاتاری به طور کامل از دست بدین. پس این هزینه رو انجام بدین لطفاً و برید عکاسی و عکس بگیرید تا عکستون ایرادی نداشته باشه. اما خب اگر شرایط زندگیتون یا محل زندگیتون جایی هست و به شکلی هست که به عکاسی دسترسی ندارید، خب اشکالی نداره دیگه، چاره‌ای نیست واقعا. سعی کنید نکاتی که بهتون گفتم رو رعایت کنید و با این شرایطی که گفتم عکستون رو خودتون از خودتون با استفاده از گوشی موبایلتون بگیرید و بعد توی لاتاری شرکت کنید. خب اگه موافق هستید بریم با هم عکاسی. بزن بریم.
برای لاتاری بگیریم. بریم داخل تا انجام شرکت‌ها برام بده که اکثر چه شکلی و اونجا اکثر رو بگیریم. خب ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. سعی کردم توی این ویدیو مهمترین ویژگی هایی که برای عکس لاتاری لازم رعایت کنید و براتون توضیح بدم. امیدوارم که به کارتون بیاد و انقدر خوش شانس باشید که توی لاتاری امسال اسم شما در بیاد. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید، برام کامنت بذارید و اگه اولین بار این ویدیو رو میبینید سابسکرایب کنید تا بتونم توی ویدیوهای بعدی هم در خدمتتون باشم. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. موفق باشید و خدا نگهدار.